خب سلام بچه ها، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه و رتبه خوب آورده باشید و شاد باشید. بالاخره بعد از همونجور که گفتم 5 6 ماه وقت گذاشتن، اول با یه تیم 2 نفره و بعدش به تیم 6 نفره رسید و یه 1500 تا فکر کنم باگ گرفتیم. یعنی هرچی باگ داشت کلا طراحی وبسایت ما تو این مدت تحمل کردیم واقعا. حالا اینا شوخیه ولی بالاخره این پلتفرم ریلیز شد. آدرس پلتفرم همونجور که این بالا میبینید major، حالا یا major.csub.ir که وقتی بزنید وارد جایی میشید که میگه شماره موبایلتو وارد کن و خب باید شماره موبایل رو وارد کنید. کد یه پیامک براتون میاد، یه عدد 5 رقمی رو وارد میکنید. اطلاعاتتون رو باید ثبت کنید که اطلاعات هم حتما درست ثبت کنید و در نهایت تایید رو بزنید و خب وارد همچین صفحه‌ای که من هستم بشید. فقط نکته ای که هست اینه که این سایت و این پلتفرم برای همیار انتخاب رشته برای مشارکت کننده های سی اس ها، چه اونایی که امسال کنکور دادن و رتبهشون اومده، چه اونایی که هنوز کنکور ندادن، در کل مشارکت کننده های سی اس ها رایگان هست. و نکته ای که هست اینه که اونا نیاز به پرداخت هیچ پولی ندارند. بچههایی که مشارکت کننده سی اس هاب نیستن هم نیازی نیست برید مشارکت کننده بشید، چون اون هزینهش 500 تومنه. خب گرونه. همین پلتفرم رو اگه بخواید فقط تهیه کنید 190 تومن قیمتش امسال. بنابراین حواستون باشه که الکی مشارکت کننده نشید فقط برای این سیستم. اگه کلا سال دیگه کنکور دارید و میخواید آزمون بدید و از بقیه خدمات سیاسی استفاده بکنید که خب مشارکت کننده بشید و یعنی اون پول رو پرداخت کنید به جای این پول، چون چیزای دیگه هم به دردتون میخوره. این تا اینجای کار. حالا نکته ای که هست اینه که من تا دیروز پریروز کسایی که مشارکت کننده بودن و شماره هاشون، چه قبلی ها چه الانی ها، فعال کردم توی این سایت و نیازی نیست که از راه دومی که حالا در آینده بهتون میگم برید پلتفرم برای خودتون فعال کنید که یعنی اون حالت پرمیوم و پولیش مثلا اوکی بشه واسهتون. شما فقط شماره موبایلتون رو بزنید بیاید داخل. اگه این سمت راست دیدید منوها هست، این چارتا، و اینجا فعال سازی براتون رو صفحه نمیاد، پس یعنی فعال دیگه، پس یعنی اوکی ازش استفاده بکنید. اگه اومد و مشارکت کننده هستید، احتمالا تو 1 2 روز اخیر مشارکت کننده شدید. برای این کار باید برید توی سایت، یعنی به قبلی ها میتونن این کار بکنن، برید تو همون سایت سی حساب، تو پنلش، این پنل سی حساب دیگه، اینم امکانات متنوع و منحصر به فرد سی حساب. روی انتخاب رشته کلیک کنید، این دگمه رو بزنید. یه چند ثانیه بعد یه تایید ازتون میگیره. تایید رو که زدید دست به صفحه نزنید، یعنی کاری نکنید. خودش انتقالتون میده توی همین سایت و براتون اکانت فعال میشه. فقط دیگه شمارهتون رو میزنی، اطلاعات رو تکمیل میکنی و برات فعال میشه. پس اول بیاد این سایت رو چک کنید، لاگین بکنید. کسایی که به مشارکت کننده هستید، اگه اوکی بود این منوها بود که حل، اگه نبود برید داخل سامانه این دکمه رو بزنید اوکی. احیانا اگه مشارکت کننده بودید و مشکلی داشتید، یعنی اینجا فعال نبود، به هر طریقی هم تو سایت نمیتونستید کاری بکنید، مثلا با آیدی پشتیبانی باید پیام بدید تا مشکلتون رو حل کنید. این تا اینجای کار. پس ما فرض میکنیم که شما مشارکت کننده هستی، اینو فعال داری. اگه مشارکت کننده نیستید بچه ها، وارد که شدید اینجا بغل این دگمه یه دگمه هست نوشته فعال سازی که میزنی و یه هزینه پرداخت میکنی و دوباره یه همچی چیزی برات اتفاق میفته و دیگه برات فعال میشه. این از این. اینجا هم یه توضیحاتی هست که میتونید بخونید و در نهایت اون پایین هم الان یه ویدئوی تستی گذاشتیم بعد از ضبط، یعنی این ویدئو رو بیذاریم جای اون و آموزش این پلتفرم هست که به نظرم با دقت گوش بدید که بتونید به بهترین نحو ازش استفاده بکنید. خب این از این. راجع به پلتفرم صحبت کنیم. ببینید من از آخر شروع میکنم. این گزینه آخر، حالا اینم بزنید اسمش هم میبینید. من این نکته بچه به تو هم الان بگم. این سایت و این پلتفرم خیلی عجله ای آماده شد برای امسال و توی گوشی ممکنه که ریسپانسیو نباشه، ممکنه که مشکل ایجاد کنه براتون، گرچه که اوکی بوده ولی حالا دارم بهتون میگم. اگر که یعنی ترجیحاً با لپتاپ کار کنید، با گوشی کار نکنید. ممکنه با گوشی اونجوری که اون یوزر اکسپریانسی که باید داشته باشه ممکن نداشته باشه. ما 4 تا منو اینجا داریم که صفحه اصلی که هیچی، 3 تا منو داریم. این انتخاب رشته اون چیزی که قبلا هم ما داشتیم که فقط هم برای مهندسی کامپیوتر کار میکنه، که میاد رتبه هاتون رو دقیق میزنید اینجا، که مثلا من 60 ضریب یک شدم، 70 مثلا 50 90. استخراج رو که میزنید اینجا براتون تمام کد رشته های دفترچه جدیده انتخاب رشته رو، یعنی من تو همین امروز صبح داشتم آپدیتش میکردم، این دیگه جدیده، این به روزه.
تمام اونا رو براتون در 4 رنگ اینجا میاره. رنگ سبز که کد رشته هایی که تقریبا میشه بگیم قطعا قبولید. مثلا شما اگه رتبت الان اه، فرضاً برای هوش مصنوعی 70، هوش علم و صنعتی که خب قطعا میاری دیگه، اوکی، اینا دیگه قطعا قبولی، مگر حالا یه حالت استثنایی یهو پیش بیاد وسط. ولی خب با احتمال بالای 95% حداقل قبول. که این برای اینکه بزرگ نباشه، این نمایش همه رو که بزنی میبینی که یه عالم زیرش هم دوباره باز میشه. این رنگ زرد یعنی بزن، حتما هم بزن، حتما حتی خیلیاشون بهترم هست، مثلا حتی بالای سبز ها بزن چون خوبه، ولی ممکنه نیاری، یعنی بگیر نگیر داره، این دیگه لب مرزی یه جورایی. که خب این زردا رو بزنید تو انتخاب رشتهتون، حتما خیلی مهمه همش رو بزنید، چون احتمالا اغلبش خوب باشه. و همه که میگن بزنید مثلا بستگی به گرایش هم داره، من منظورم در کل، حالا اون چیزایی که میخواید منظور بزنید، ولی خب ممکنه بیارید، ممکنه هست نیارید. سبزا رو قطعا میارید، اینو شانس دارید یعنی اوکیه. و اینم دوباره حالا نمایش همه مثلا داره اگه ببینید. و حالا این چون رتبمون خوب شد اینجا یعنی سبزا خیلیه. نارنجی ها احتمال قبولی کمه، یعنی من حرفم اینه احتمالا نیاری، ولی اگر جاشو داری، چون شما 100 تا انتخاب رشته میتونید بکنید دیگه، این زیر بهتون نشون میدم، اگه جاشو داری بزن نارنجی هارم، چون حالا تیر در تاریکی یهو شانسی یکی مثلا اوورد، ولی روش حساب نکن تو ذهنت، نارنجی احتمال زیاد نیاری. قرمز یعنی قطعا نمیاری، حالا اگه جا زیاد داشتید میتونید از قرمز رو شروع کنید به زدن، چون خب طبیعتا قرمز بهترینه دیگه. ولی خب اصلا حساب که نکنید هیچی، همینجور بزنید، فقط بزنید پرش کنید و روش حساب که میگم نکنید، چون نارنجی گفتم روش حساب نکنید، اینو اصلا روش حساب نکنید، ولی خب اگه جا داشتید بزنید. چیزی که مهمه اینه که زردار حتما تقریبا همش رو بزنید، اون چیزایی که دوست دارید، و نارنجی ها هم حداقل چیزایی که دوست دارید رو بزنید، بقیه رو هم حالا اگه جا داشتید بزنید. سبزا رو هم که خب میارید، حواستون باشه سبزا، چون سبز و زردا رو بچه احتمال داره بیارید، ترتیبا مهمه که کدوم بالا باشه کدوم پایین دیگه. حالا قرمز هم که بهتون گفتم. بعد ببین بچه ها، یه سری کد رشته ها، مثلا دانشگاه جامع امام حسین این کد، بعد این کد رشته رو هم بچه من آپدیت کردم. شما در نهایت وقت انتخاب رشته کردید اینجا خودتون کدا رو چک بکنید، بالاخره منم آدمم ممکنه اشتباه بکنم، ولی من 2 بار چک کردم خودم، این کدا رو دفترچه امسال آپدیته، یعنی همین این کار ازتون ساعت ها وقت داره سیو میکنه، چون شما اگه میخواستید انتخاب رشته کنی باید رو کاغذ مینوشید، یه جا بدخط بنویسی اشتباه بزنی. ما داشتیم و هر سال داشتیم بچه ها بعدش گریهشون در اومده سر همین قضیه. خوبیش اینه که اینکه دیجیتاله و خیلی دقیق تر. و من اینا رو میگم خودم امسال صبح تا حالا رفتیم آپدیت کردیم. و مثلا این کد رشته امام حسین، خب اینا مثلا توضیحات داره، اگه دیده باشید بالاخره یه توضیحاتی اون تو دفترچه انتخاب رشته جلوش نوشته، که وقتی این چشمه رو بزنین توضیحات هست که میگه آقا برو دفترچه رو حتما مطالعه کن، این جامعه امام حسینه، برو بخون ببین شرایطش چیه. مثلا این قوم هیچ شرایط خاصی نداره، ولی مثلا تربت حیدری رو بزنی میگه خوابگاه خودگردان بهت میدیم، خوابگاه با اینکه روزانه است خوابگاه دولتی بهت نمیدیم، که خب خوابگاه خودگردان مثلا یکم فرزن گرونتره. این چند ثانیه بارم میره، حالا فعلا خواستید با دوباره 2 بار کلیک کنید که بیاد. پس حتما اینا رو بخونید. این چشم ها وقتی اضافه بکنید تو انتخاب رشتهتون نمیاد، یعنی شما اینجا باید بخونید بزنید و حواست دیگه به کد رشته باشه. این یه حالت باگه که باید برطرف بشه، ولی فعلا دیگه برای امسال وقت نمیشه. خب ببین بچه، شما اینجا میخوای انتخاب رشته کنی، مثلا فرض کن اینا رو میزنی، میگی من اینو میخوام، مثبت رو میزنی، میزنی، مثلا یه چند تا قرمزم فرض کن میزنی، این نارنجی قرمز، همینجا میبینی که با رنگش اینجا وارد شد، که خب خیلی علاوه ویژوالیزیشن و بصری سازی خیلی کمکتون میکنه. با کد رشته با توضیحات فقط اون چشمه اینجا دیگه نیومد، که میگم این خوب بود میومد ولی دیگه وقت نشد. میتونید اینجا هم دکمه رو بزنید مثلا حذفش کنید، میره دوباره اون بالا. برای جابجایی هم این، خب شما 100 تا انتخاب رشته میتونید بکنید دیگه، برای جابجایی این مشکی ها رو اینجا بگیرید پایین و بالا کنید، نگاه کنید جابجا میکنه. خب اینجا میتونید انتخاب رشتهتون رو بکنید، شانس قبولی هم که این بالا هست، همه چی هم تقریبا هست، یعنی همه چی تقریبا که همه چی هست. و در نهایت 100 تا میتونید بکنید، حالا این 10 تا بیشتر بشه بازم براتون باز میشه، تا 100 تا میتونید پر کنید و در نهایت دریافت خروج یه فایل انتخاب رشته رو بزنید. ممکنه یکم طول بکشه چون سایت سنگین میشه، ولی میبینید که فایلش براتون میاد و اینو دانلود میکنید. حالا من بخوام دانلود کنم ببینید،
بله. دانلود میکنید، میبینید به ترتیب همه اینا نوشته و خب اینو میری بعدا دفترچه رو قشنگ چک میکنی، کدا رو همه شرایطش رو چک میکنی و دیگه بعدا این کدا رو دونه دونه وارد سایت سنجش میکنید. این چیز فوق العاده قویه، فوق العاده مفید و به درد بخوره. ببین بچه، چشما اونجا نیومد ولی اینجا میاد. خوبیش اینه، حالا اونجا نیومد که ببینید ولی اینجا توضیحاتش زیرش مینویسه که حواستون باشه، چون اصل کار این پی دی اف است. ممکن هم هست گفتم پی دی اف طول بکشه تولید کردنش، یکم صبور باشید. حالا فعلا چیزی به ذهنم نمیرسه، ولی کانال تلگرام منو دنبال کنید حتما. ادساین کنکور ارشد کامپیوتر، KONKUR ارشد ARSHAD کامپیوتر COMUTER. من اگه یه وقت حواسم نبود تو این فیلم یه نکته رو نگم بهتون، اگه احیانا حواسم نبود تو کانال حتما میگم و حتما دنبال بکنید که در جریان باشید، یه وقت یه آپدیتی رو این سامانه اومد در جریانش باشید. این تا اینجا نکته ای که از این فقط برای بدون سهمیه کار میکنه. اگه میخواید سهمیه دارید، سهمیه 5% و 25%، و میخواید از سهمی از این پلتفرم استفاده بکنید، برید توی سایت csub.ir توی قسمت کارنامه های سالهای قبل. هم برای مهندسی داریم، هم آیتی، هم علوم، که خب حالا شما مهندسی و ما فعلا کار داریم. برید ببینید با اون رتبه سهمیه شما حدوداً چه دانشگاه‌هایی قبول شدن. حالا بعد که در آوردید، برید ببینید با چه رتبه های بدون سهمیه ای اون دانشگاه ها را قبول شدند مردم. مثلا میبینی شما رتبت شده 40 سهمیه 5%، میری میبینی بله معماری شریف فرزن قبول شد. پس میفهمی که بعد میری میبینی معماری شریف رو بدون سهمیه با رتبه چند قبول شدن، میبینی مثلا با رتبه 140 قبول شد. پس حدوداً رتبه شما اندازه 140. پس اینجا مثلا حالا پایین و بالا چند بار بکنی، ولی مثلا یه چیز حدود 140 برای معماری میزنی. یه ذره تا طول میکشه ولی میتونید استفاده بکنید شما هم، که ببینید کجاها رو قبول میشید، چون تقریبا همونه دیگه. اگه این کاری که بهتون میگم بکنید اوکی. این از منوی انتخاب رشته که خب سال قبل ما داشتیم ولی خب به این قشنگی و به این خوبی نبود. یه نکته دیگه بهتون بگم راجع به فیلترها. یه فیلتر ما اینجا داریم، اگه کلیک کنید فقط روزانه و فقط نوبت دوم. من اینو بهتون بگم بچه، پردیس، پیام نور، غیر انتفاعی، مجازی، هیچ کدوم توی این پلتفرم نیست. فقط روزانه هست و شبانه یا همون نوبت دوم، که اگه بزنید روزانه و اینا رو براتون جدا میکنه که خب راحت تر بتونید اسکرول کنید. برای گرایش ها هم اینجا هست که کلیک میکنید روش. مثلا من میخوام فقط هوش رو ببینم و مثلا اینترنت اشیا، میبینید اینجا هم میاد براتون فقط هوش و اینترنت اشیا میاد. حالا اگه به هر دلیل نمیخواید بقیه چیزا رو بزنید، اینجا میتونید تیکشو بزنید و فعال کنید. یه فیلتر دیگه هم میخواستیم درست کنیم، فعلا نشد. حالا روزهای آینده شاید درستش بکنیم که فقط تهران و کرج و بقیه، که مثلا اونایی که فقط تهران و کرج میخوان کلیک کنن فقط تهران و کرج رو ببینن. وقت نشد دیگه متاسفانه، و خب حالا فعلا اینجوری استفاده بکنید مگر اینکه تو آپدیت بعدی این قضیه بیاد. این پس اینجا اوکی بچه ها. اگه سوالی هم داشتید توی گروه باید بپرسید و ادمین سعی کنه جوابتون رو بده، مثلا چون خودم که فعلا انقدر پیویم شلوغه نمیتونم پیویاتون رو جواب بدم. این تا اینجای کار. بریم منوی بعدی. منوی بعدی مقایسه دانشگاه ها و گرایش ها با هم دیگه، یا مقایسه اساتید با هم دیگه است. ببین بچه ها، من خودم شخصا حدود 650 تا استاد دانشگاه های رشته مهندسی کامپیوتر رو توی ایران رو نشستم دونه به دونه تحلیل کردم، دونه به دونه، از 4 ماه پیش تا حالا. و این پلتفرم روی این قضیه بنا شده. بنابراین حتما به دیگران معرفی کنید و انرژی بفرستید و خلاصه CS ها معرفی کنید، چون واقعا پول در نمیاد. یعنی الان من برای این پلتفرم حدود 20 میلیون تومان خرج کردم، تازه به جز سود درصدی که باید به دیولپراش بدم. و شما الان امسال ثبت نام کنید، من فکر نمی کنم اینقدر پول بیشتری گیرم بیاد. من دارم این کار واسه دانشجوها میکنم. بنابراین شما انرژی بذارید، علاقه نشون بدید به این قضیه و CSA به دیگران معرفی بکنید. چون من SEO کار نمی کنم خیلی روی سایتم. SEO من دانشجوی CSA بند شما هستید. اوکی. خب مقایسه دانشگاه و گرایش ها. میگی من آقا میخوام ببینم دانشگاه ارومیه، بعد ببین بچه ها از راست به چپ پر کنید. یعنی چون این دومی به اولی وابسته است، سومی به دومی، از چپ به راست پر نکنید، از راست به چپ پر کنید. میخوام دانشگاه ارومیه رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزارش بهتره، این اضافه کردن رو میزنید. این ببین بچه ها، این نمیدونم چقدر الان چه انرژی، یعنی چه فکری میکنید، ولی این نمونه تو ایران نداره کلا.
تو هیچ رشته‌ای، تو هیچ کنکوری، و یه چیزیه که سوپر یوزفوله، یعنی فوق العاده مفیده واسهتون. شما برای بررسی همینی که میخواید الان چند تا کلیک بکنید، مثلا و بیرجند، کامپیوتر، نرم افزار، بعد سه تا بیشتر نمیتونید اد کنید بچه ها، و مثلا تربت هیدری، کامپیوتر و نرم افزار. میخوام اینا رو مقایسه کنم. شما برای مقایسه اینا و اطلاعاتی که الان این دکمه رو میزنم بهتون میده، حداقل باید 4 ساعت وقت بگذارید. اگه ویدئوی انتخاب رشته منو دیده باشید میدونید منظورم چیه. حداقل باید 4 ساعت وقت بگذارید. این مقایسه رو میزنید، اطلاعات بسیار جذابی براتون اینجا نمایش داده میشه که خودم الان هیجان زده شدم. تعداد اساتید کلی که میتونن استاد راهنمای شما بشن، رنگم هست دیگه، زرد، قرمز، آبی. اگه ببینید زرد، قرمز، آبی، که خب زرد اولیه، قرمز دومی، آبی سومی. ببینید، میبینیم که اینجا تربت هیدری 6 تا استاد داره برای نرم افزار مثلا، نه ارومیه 4 تا داره، بیرجند 3 تا. پس میفهمیم حالا تعداد استادای تربت هیدری حداقل بهتر. حالا همه استادا که خب خوب نیستن که. اگه شما اون ویدئویی که من امروز تو کانال گذاشتم و دیده باشید برای آموزش انتخاب رشته، باید خب وقتی میخوای ببینی یه استاد علاوه علمی چطوره، باید بری پروفایل گوگل اسکالرش رو چک کنی که یه چیزی هست به نام اچ ایندکس، که اچ ایندکس یه جورایی مرتبه علمی گذشته تا حاله اون استاد. این مرتبه علمی نشون بر این نیست که اون استاد با اخلاقیه، استاد فعالیه، استاد دلسوزیه. هیچ کدوم. طرف صرفا روی مقالات که تا حالا داده، مقالاتش زیاد بوده، سایتشناش زیاد بوده، مقام علمیش یه جورایی در کل بگیم حالا بالاتر. که این امتیاز علمی یعنی این. بدونید اگه دیدید امتیاز علمی یعنی اچ ایندکس اساتید، اچ ایندکس گوگل اسکالر اساتید. که خب این تا حدودا یکی دو هفته پیش آپدیت شده و دیگه حالا تو این دو هفته آپدیت نشده، ولی خب تغییر خاصی هم رخ نمیده تو این دو هفته. حالا اچ ایندکس اساتید میتونه از عدد یک باشه، عملا یک یعنی هیچ، یعنی استاد تا یا تازه شروع به کار کرده یا اصلا کلا هیچ مقاله ای نمی‌نویسه و هیچ پژوهشی انجام نمیده، به بالا تا 100 خورده هم فکر کنم ما تو استادا داشتیم دیدم. که اساتیدی که از 15 اچ ایندکسشون به بالاه، یه جورایی میشه بگیم دانشیار به بالان، یعنی رده علمیشون بالاه، و خب باعث میشه که میگیم حالا اساتید علمی با امتیاز بالا، یعنی اچ ایندکس 15 به بالا. حالا این خیلی چیز مهمی نیست، چون من خودم شخصا به نظرم اچ ایندکس اگه کمتر باشه ولی پایینتر میگم فعالیت استاد بهتر باشه، به نظر من استاد بهتریه. ولی خب اینم بی تاثیر نیست، مثلا یه استاد با اچ ایندکس 50 بهت ریکامندیشن لتر بده برای اپلایت، خب در کل بهتره یه ایندکس 5 دیگه. ببینیم که اینجا همشون یکی یه دونه استاد دارن که این شرایطو داره، یعنی از 6 تا استاد 5 تاشون اچ ایندکس بالای 15 نداشت مثلا تربت ایدریه. اساتیدی که امتیاز فعالیتشون بالا، بچه امتیاز فعالیتی چیزیه که من خودم رو تجربه این تقریبا 4 5 سالی که توی محیط آکادمیک بودم، من از روی گوگل اسکالر اساتید میفهمم که اون استاد چقدر پاکار مقاله نویسیه. شما اگه بخوای اپلای کنی مقاله، میتونه بگم مفیدترین چیز با واسه اپلایت باشه. هیچ چیزی از مقاله مهمتر نیست برای اپلای دکترا. و خب طبیعتا استاد راهنما بجز بعد از اخلاقش که ما نمیتونیم بالاخره تو این پلتفرم اخلاقو بیاریم، این فعالیتش مهمه که چقدر پاکاره که بیاید با هم بشینید مقاله بنویسید. شما ممکنه یه اچ ایندکسی، استاد با اچ ایندکس 70 پیدا کنی، بعد اصلا نبینیش کلا تو دانشگاه، اصلا نیاد با هم مقاله، اصلا کمکت نکنه. و این امتیاز فعالیته یه جورایی نشونه فعالیت استاد روی اینکه چقدر ترند مقاله نویسیش افزایشیه. که حالا اگه اون ویدیو رو دیده باشید که من گذاشتم تو کانال آموزش انتخاب رشته، راجع به اینا توضیح دادم. پس امتیاز بالا اینه قضیهش. امتیاز بالا رو من از 1 تا 5 به اساتید نمره دادم: 1 2 3 4 5. اوکی. که خب تعداد اساتیدی که بعد امتیاز فعالیت بالا یعنی امتیاز فعالیت بالای 4. چون حالا من براتون تشریح کنم، جلوتر تشریح میکنم. کسایی که امتیاز فعالیتشون 4 به بالا، یعنی 4 یا 5، این شرایط رو دارن. که خب این به نظرم یکی از مهمترین عاملایی که یه دانشگاه باید انتخاب بکنید اینه. این از همه چیز تقریبا مهمتر، حالا با در کنار چیزای دیگه، ولی این خیلی مهمه. چون ممکنه یه دانشگاهی مثل این 6 تا استاد داشته باشه ولی یکیشون فقط فعالیت کننده باشه، بقیهشون یه جورایی فعال نیستن خیلی. ولی این 3 تا استاد داره بیرجن ولی 2 تاشون فعالن. پس حالا درسته اینجا حق انتخابات یه ذره کمتره مثلا از یه لحاظی، ولی حداقل اینه که احتمال زیاد استاد فعال گیرت میاد. مثلا میدونی منظورم، تحلیل رو گوش بدید چون اینا خیلی مهمه. پس اینو خیلی بهش توجه بکنید. و میبینید که اینجا هست. پس کسایی که فعالیتشون بالای 4، یعنی 4 یا 5، میایید پایینتر.
میانگین امتیازات اساتید، میانگین امتیاز علمی کل اساتید، یعنی میانگین اچ ایندکس اساتید دانشگاه ارومیه برای نرم افزار 9.25، میانگین بیرجند 12.67، میانگین ترابط حیدری 7.33. ببین این استادش بیشتر بود ولی هم فعالیتاش کمتره هم اچ ایندکساشون کمتره. پس گول استاد تعداد بالا رو نباید مثلا بخورید فرضاً یه جورایی. میبینید چقدر میتونید تحلیل قوی بکنید که بچه هایی که حتی رتبه زیر 100 میشن نصف این تحلیل ها رو اصلا نمیتونن و به فکرشون نمیرسن انجام بدن. واقعا که خیلی قشنگ. میانگین امتیاز فعالیتشون که خب این یعنی چقدر استادهای اون دانشگاه پاکار مقاله نویسی هن. ببینیم که بیرجند از همه بالاتر میانگین، حالا چون تعدادشون کمتر بود ولی خب میانگینشون بالاتر. حوزه های کاری، تعداد حوزه های متنوعی که اساتید اون دانشگاه کار میکنن. ببین بچه اینا خیلی روش وقت گذاشته شده، یعنی واقعا معرفی کنی 3 سال به بقیه. یعنی من دارم خودم توضیح میدم کیفش دارم میکنم. میانگین حوزه های متنوع کار شده اساتید، چون من نشستم حوزه های اساتید و نه اونایی که تو گوگل اسکالر می نویسن، چون اونها اصلا آپدیت نیست و غلطه. اونایی که تو دانشگاه ها تو سایتشون میبینید که نوشته من این حوزه رو کار میکنم یا تو گوگل اسکالرشون، اغلب که نگم خیلی هاشون غلطه. من نشستم خودم دونه به دونه 5 سال اخیر مقالات استادها رو نگاه کردم، حوزه‌هاشون رو در آوردم. نرم افزار ارومیه 13 حوزه پژوهشی کار میکنن به حالت کلی، حوزه های جنرالی که حالا راجبش حرف میزنیم. بیرجن ولی 8 تا، یه ذره تنوع کاریشون کمتره. تنوع من کاری به قوی ضعیفی ندارم. تورات در یه 8. میانگین حوزه های کار شده یعنی اینکه استادها هر کدومشون چند تا حوزه کار میکنن. مثلا یه وقتی استاد فقط یه چیز کار میکنه ولی یه استاد 5 تا چیز کار میکنه، حالا اینو میاد بین استاد میانگین میگیره. یعنی در کل یه جورایی احتمال اینکه دستت بازتر باشه برای انتخاب حوزه تو کدوم دانشگاه یه ذره بالاتره. که خب میبینیم اینجا مثلا ارومیه از همه بهتر. آره دیگه. پرتکرارترین حوزه های کاری که آقا اساتید نرم افزار ارومیه پرتکرارترین چیزی که کار میکنن چیه؟ ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ. جالبه با اینکه مثلا نرم افزار، سوشال نتورکس، ترانسفورس ای آی، دیتا ماینینگ، این پرتکرارترینه که میتونی ببینی کلا تو اون دانشگاه چی ترنده، استاداش دارن بیشتر چی کار میکنن. و باز هم دست مریزاد به این سیستم و من هی اینا رو دارم توضیح میدم چون خودم میدونم چقدر مفیده، جدی کیفشو میکنم. حالا حوزه های پرتکرار باسوادترین اساتید، یعنی استادایی که اچ ایندکسشون از همه بالاتره، حالا اسمشو گذاشتیم باسوادترین، اونا چه حوزه های پرتکراری دارن کار میکنن بیشتر. و حوزه های پرتکرار فعالترین اساتید، یعنی اون استاد فعالا هستن که پاکار مقالن خوبن، اونا بیشتر چه حوزه‌ای کار میکنن. اوکی. همین 3 تا دانشگاه بچه هم میخواستید اینا رو بفهمید یه صبح تا شب وقتتون گرفته میشد. برید امتحان کنید خودتون متوجه ارزش این سیستم میشید. اوکی. 2 تا هم میتونید اضافه کنید و مقایسه کنید، 2 تا یا 3 تا. مقایسه اساتید، تمام اساتید اسم و فامیلشون اینجا هست. مثلا بعد سرچ هم میتونید بکنید بچه‌ها. رهبان، دکتر محمد حسین رهبان عزیز در مقایسه با دکتر سلیمانی عزیز، 2 تاشون استادای مثلا هوش شریفن. مقایسه رو میزنید میاد که بله ایشون هوش و بایوانفرماتیک دانشجو میگیره، ایشون هوش دانشجو میگیره. امتیاز علمی یک استاد رهبان 23، دکتر سلیمانی 24. فعالیت جفت 5، جفتشون استادای فوق العاده فعال و خوبی هستن. دکتر رهبان این حوزه ها رو بیشتر کار میکنه، دکتر سلیمانی این حوزه ها رو. به قول گیمرها ایزی پیزی. و شما برای انتخاب استاد راهنما هم میتونید از سیستم استفاده بکنید. فقط بچه من یه چیز بهتون بگم همینجا، واقعا رو هزینه‌ای که دارید میکنید، من اگه اینو میخواستم خارج از کشور یا حتی اگه مؤسسه کنکوری بودم زیر 1 تومن ازتون نمیگرفتم. خب عملا دارید رایگان استفاده میکنید، مشارکت کننده ها و بقیه هم دارید با هزینه زیر 200 تومن، یعنی فقط اینکه من پول از جیبم نخوام بدم. لطفا اگر خودتون اکانتو گرفتید به دوستتون ندید، نمیدونم شیر با هم نکنید دیگه برای این پول. یعنی یه کاری بکنید که خلاصه پشیمون نشم از کاری که کردم. حداقل بذارید پولی که دارم خرج میکنم در بیاد. اوکی. مثلا آره دیگه با یه اکانت چند نفر استفاده نکنید دیگه. من میتونستم ببندم دسترسیاشو ولی خب بهتون اعتماد دارم این کارو نکرد. این از قضیه مقایسه ها. بریم چیز فوق العاده خفن آخر، جستجوی پیشرفته اساتید. میخوای ببینی آقا دانشگاه ارومیه استاداش کیاند، جستجو رو میزنی و چه گرایشی ارائه میدن.
میبینیم ارومیه، نرم افزار شبکه داره، کلیک که بکنی بعد بچه لینک و اینا اینجا هست که خودتون ببینید. اسم استاد، رشتهش، چه گرایشی دانشجو میگیره، لینک صفحه شخصی استاد، لینک صفحه دانشگاهی استاد، حالا ممکنه اینو اصلا این نداره لینک، ولی خب گذاشتیم جاش، و ایمیل استاد برای اینکه بهش ایمیل اگه میخوای بدی. اچ ایندکس استاد، امتیاز فعالیت استاد از 1 تا 5 که حالا از 1 ستاره تا 5 ستاره است، و حوزه های پژوهشی که استاد کار میکنه. دونه دونه همینجوری همه استادا هست، شبکه هست، نرم افزار هست. دقیقا میتونید استادا رو همینجوری دونه دونه نگاه. حالا میخوای ببینی آقا، بعد اینم دوباره از بالا پایین بچه بزنید، چون میگم این رشته وابسته مثلا به دانشگاه است. رشته کامپیوتر گرایش ببین فقط نرم افزار شبکه اومد، اگر پایین بزنید کار نمیکنه. میخوام این فقط شبکش کیه، میزنی فقط شبکش رو میبینی. اوکی، کلیک بکنید باز میشه. میخوام ببینیم آقا تو استادای شبکه ارومیه کی هست اچ ایندکسش بالای 10 باشه، حداقل امتیاز علمی. میزنی میام میبینیم که دکتر صالح یوسفی فقط امتیاز علمیش بالای 10 20. میخوایم ببینیم که حالا تو این امتیاز بالای 10 کی هست که فعالیتش هم بالای 4 باشه، چون نوشته حداقل بالای 4 باشه. میزنیم میبینیم هیچکی. این استاده مثلا 4 نبود فعالیتش، مثلا 3 احتمالا، آره 3. میخوایم ببینیم آقا اصلا چه میدونم توی دانشگاه اصفهان اصلا کار به گرایش نداریم. دانشگاه اصفهان کلا استاد فعال بیشتر توش گرایشی هن، مثلا بالای 4 فعالیت میکنن. میزنیم گرایش ها میاد، دونه دونه میتونیم تعدادش رو چک کنیم. اوکی. یا مثلا چیه مثلا دانشگاه اصفهان توی مثلا گرایش مثلا هوش چی فعاله، کلا مقاله خوب مینویسه، میزنیم میبینیم که این اساتید فعاله. و در آخر میزنیم کی فعال تو هوش مصنوعی و مثلا حالا یه چیز مثلا و فرزن بیا انفورماتیک کار میکنه. میزنیم میبینیم هیچکی. مثلا میگه خب آقا کلا اصلا اگه اینو پاک کنیم چطور، دانشگاه اصفهان هوش کسی بیا انفورماتیک کار میکنه، میبینیم نه. پس میگیم آقا اصلا دانشگاه هم پاک میکنیم، اصلا ما دانشگاه هم نخواستیم. کلا کی تو ایران بیا انفورماتیک کار میکنه؟ تمام. ببین بچه این فوق العاده مفیده، اصلا نمیتونید شما این اطلاعات رو به دست بیارید هیچ جوری. یه هفته باید وقت بگذارید حداقل برای همین سوال. کل ایران کی بیا انفورماتیک کار میکنه؟ دانشگاه اصفهان تو گرایش معماری دکتر زهره بیکی، دانشگاه حکیم سبزواری گرایش شبکه پیمان نعمت اللهی. میبینید کلش براتون اینجا میاد. و واقعا حرفی برای گفتن نمیمونه به نظرم. کسی که یه ذره خودش سرچ اساتید کرده باشه میدونه این قضیه چیه. شما نیاز به یعنی من خودم شخص پویاخانی باید 1 هفته برای انتخاب رشته یکیتون فقط وقت بگذارم که بتونم انقدر دیتا رو تحقیق کنم فقط برای یکیتون، و دیگه استفاده بکنید ازش. و دیگه همین خروجم که اینجا میزنید. فعلا دکمه ویرایش اطلاعات پروفایل کاربری نداریم، حالا ان تا سال بعد اضافه بشه. سال بعد برای علوم کامپیوتر هم اضافه میکنیم، شاید هم واسه آیتی هم بتونم اضافه کنم. آیتی مشکلش اینه که یکم اساتیدش توی یعنی مشخص نیست، دانشگاه ها استادای آیتیشون رو خیلی اعلام نمیکنن تو سایتشون درستابی، ولی اگه بتونم اضافه میکنم، قولم نمیدم. و تو گوشی هم گفتم ترجیحاً تو لپتاپ استفاده کنید. و همین، حالا فعلا نکته دیگه ای ندارم. طول کشید ولی خب باید میدونستید مفاهیمو. یه چیز دیگه بچه بهتون بگم. این حوزه هم که هست دیگه، حوزه پژوهشی دیگه، هر کدوم خواستید برید چت جی پی تی بگو مثلا حوزه ریسرچ این چیه برام توضیح بده، دیگه برای توضیح میده دیگه. من بعد انگلیسی می نوشتم که خب اه، معنیش عوض نشه، چون مهمه این حوزه پژوهشی که همه حوزه پژوهشی که کشور داره کار میشه اینجا الان هست میبینید. بعد میتونید سرچ هم بکنید. من یه چیز دیگه هم بگم، این بچه ها ماشین اسلش دیپ لرنینگ یعنی کسایی که اساتیدی که کلا هوش مصنوعی کار میکنن ولی استفاده از هوش مصنوعی رو توی هر حوزه‌ای کار میکنن، یعنی رو تئوری خیلی محضش کار نمیکنن، بیشتر استفاده. این خب این خیلی چیز بابیه یعنی اتفاقا خیلی هم جذابه. در کل گفتم حالا این مفهوم این ماشین اسلش دیپ لرنینگ هم بهتون بگم. و همونجوری گفتم همیشه از بالا به پایین پر کنید که اینا چون وابستن به هم دیگه. مثلا از این زیر بخوای پر کنی همه گرایش ها میاد و خب یه ذره مسخره میشه. اول از بالا پر کنید. ایشالله که مفید بوده باشه واسهتون، ایشالله حمایت کنید. و من میخواستم شماره کارتم بذارم برای حمایت مالی از این پلتفرم و نذاشتم، حقیقتا گفتم وجهه خودم رو خراب نکنم، ولی خب واقعا نیاز هست به حمایت مالی. حالا ببینیم چی میشه.
حداقلش اینه که شما استفاده بکنید و به کسی اکانتتون رو ندید. این تنها کاری که میتونید برای این پلتفرم انجام بدید. انشالله که موفق باشید و مفید بوده باشه، و انشالله که منم چیزی یادم نرفته باشه. کانال تلگرام منو و سایت منو حتما دنبال کنید و لذتش رو ببرید. روز و شبتون بخیر.